دمت باش هاور لباکور کردستان ده سر دل آمده یعنی روزنامه‌نویسی کردی مخابن نای پیروز کردن لودره تو آهنگ تو نایه تو ارگانیزاسیونه که تو نایه و حتی نه تو چالاکیه که اوسا خورد بر بچافجی نه هاتیل دار خستن جوخه مسئله روزنامه‌نویسی کردی لباکور کردستانی یعنی کنابند خوش باکور کردستان دگره مرد کاره بجه کو گلک قلسه و گلک که مهن تلویزیون کردی هن لباکور کردستان هن جوان این نوچه هن با آوایی که هول دیدن کل برخواه بدن هن جوانجی به طایبتی و زیده ترین ین سترانبیجی هنه کو کلیبن هنرمند بلاو دکن هروها روزنامه کردی جی لباکور کردستان مراد دکاره بلتن یک روزنامه که کو روزانه به کردی درد که او جی روزنامه آزادی ولاته او جی هول ده لبرخواه ده هر روز درد که پیشبری چاپمنیه پیشبری خوینه خو و به کردی نوچه خو پیش کرد که ایرو امدما کل سر مانشات آوی سر مانشات آوی دنیران ام دبینن کو رویتیه چاپمنیه کرد 117 سالان 117 سالان به وی آوای سر مانشات که آویتیه و روزنامه‌نویسی کردی لحمو روزنامه‌نویسی کرد پیروز کریه هر وها لعامده البته پشت پیواژه چارەسەری و آشتی هنه گاون مهم ده مسئله روزنامه‌نگاری کردی ده هاتن آویتن لعامده زدتر روزنامه به ترکی هنه ین هرمی لی چند روپل خوشی جبو کردی و دقتینن یک جوان özgür habere ام لید نیرن ایرو روپل خویا 12 و روپل خویا 13 جبو کردی و قطاندیه و به تمامی او هر دو روپر جی مراد کاره بجه کو به کردی نه او جی هول دن کو خدمتا کردی بکن بی آوی لی به تمامی روزنامه به ترکی نه تنه چند روپل این خواه جبو کردی و دقتینن یک جی روزنامه تیگریسه او جی هر روز هول دده کو به کردی در که پیشبری چاپمنیه وان جی ایرو روپل خویا املی غنیرم روپل خویا نهمین این روزبا کردی و قطاندنه و به کردی درکتنه پیشبری خوینران روزنامه‌نویسی کردی و که میگفتن آزادی ولاته کو لباکور کردستان خورو و روزانه درد که و روزنامه زازاکی 15 روز جاره که یک درد که و اوج نوه پله و الحمه فروشگاهان تونه روش روزنامه‌نویسی کردی لباکور کردستان هنکی به رنگی هوار